تمام کار روزگار دست زن است. تازگی خانه، پختن طعام، تربیت و نگاه بینی فرزندان، جامه شویی، اما هستند بعضا نوجوان مردانی که با یک چیزی کوچک دلشان را میرنجانند و یا میزنند. نمیرسند به قدر زن. از این پس در مهمانخانه مذکور به مهمانان موافق به معیارهای سطحی بلند بین المللی خدمت رسانیده می شود. چی به نمک ندارد؟ کی یاد میگیری پختنه؟ در خانه نمک نبود مردک. بس کن. ایست، نزن. اول با سخنی نرم فهمانش. نشد جایگاه خوابت را عوض کن، در دیگر خانه خواب کن. اگر باز نشد بعد بزن. اما زدن هم معیار دارد. با چوبک مسواک یا این که شاتکه دندانشویی. زن بسیار نازک است، طاقت این ضربه ها را ندارد. زن این یک عضو مرد است. چی می شود که یک دستت را یا پایت را ببریم؟ نه، زن خواهر است، زن همسر است و زن مادر است.